در سری دسترخوان با کمبغل ها نشستن فراموش نکنید. حتی بعضی حدیث ها هست که انما تنصرون و ترزقون، یا که در بعضی لفظ ها هل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، شما مگر یاری داده می شوید و رزق داده می شوید مگر هم به سبب همین بیچاره ها. خیلی یعنی به بیچاره ها طعام می دهید، به بیچاره ها معامله نیک میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم یا آدم بسیار آدمی کمبغلی ناداری بیقدر بود. آمدن یک روز خبرگیری، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشت. خبرگیری آمدن که نبود است در خانش. بعد بازار اشاره شد که در بازار است، بازار رفتن. وقتی که در بازار رفتن همین چیزای معده میفروخت، چیزایی که مثلا یک سامان به 10 دایکو، چیزای معده اهم ارزان ترین چیزای در بازار میفروخت. از قفاش اومدن خیلی قپ میدن کتفشو، من یشتری العبد من یشتری العبد، کی غلام میخرد کی غلام میخرد گفتن صلوات الله و سلام علیه. یعنی زمانی که در بازارها غلامو فروخته میشد، کی غلام میخرد کی غلام، که آدم آزاد بود، آزاد کمبغل. بعد غضب کرد که گفت کی من این خیل غلام میگود، همین خیل با قهر و غضب میگود. نگاه کردم که ناگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، در حال میگود که اذا تجدنی کاسدا یا رسول الله، اگر این خیل باشد مرا سودای کساد مییابید یا رسول الله. سودای کساد یعنی باری خریدار ندارد کو، بازار خر نده، باری بازار ناخر. اذا تجدنی کاسدا یا رسول الله، اگر من غلام شما باشم و شما مرا واقعا در بازار فروخته نشید، سودای کساد یا رسول الله، هیچ کی نمیخره، هیچ کی در کار نیستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ولکنک عند الله غالی، لیکن تو در نزد الله تعالی قیمت هستی. اگر چند که مردم تو را قدر نمیکند، تو در نزد الله تعالی. این سخنان رو پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط برای دلبرداری نمیگفتن. از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم حق است. اگر خواهند که آدمی گنده دلبرداری کنند، دیگر خیلی یعنی که چیزی نبودگی نمیگفتن خرسند شود، گفته دروغ نمیگفتن. یعنی این آدم واقعا در نزد الله تعالی قیمت بود. هست بعض آدمایی که آدمای بد بودن، لیکن وقتی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میومد معامله نیک میکردن. همچون خیر و احسان از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین آدمی بد. یعنی این آدم سزاوار نیست برای این خیل معامله های زیبایی، لیکن سزاوار نباشدن میدادنده. همچون سخاوت، یعنی سخاوت فقط در مال نیست. مثلا یک آدم نمیتوند قاش و قواقش کشاد کرده معامله نیک کند یک آدم کدی، مخصوصا دیگر کسی میتوند یک آدم نمیتوند. یعنی همین هم از سخاوت است، چون که نیکی خودتون به مردم میرسونید و نیکی فقط در پول و مال دادن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه گاه آدمی که خلقش زیبا هست برابر یا از درجه صائم و قائم میگذاره. آدم روزه میداره، شبها نماز میخونه، لیکن معاملش با مردم بیزیب. لیکن این آدم خوش معامله با مردم است، درجه قائم و صائم به رسیده میبیاد. آدمی روزه دار و شبها نماز خوان به برابر میشه. خلق نیک، معامله نیک. خلاصه یکی از فضیلت‌های بزرگ هم نشست شدن در سری دسترخوان با کمبغل‌ها. خاصتا من روزهای عید قربانی کردید، فریاد کنید یا مرحمت آدما بیان گوشت پخته مانید خورد کمبغل‌ها و در برش نشسته با کمبغل نشستن، این بسیار فضیلتی خوب دارد.